درود، مجموعه داستان‌های روانشناسی شاید برای شما هم اتفاق بیفتد، قسمت 4. امروز موضوع داریم. چه موضوعی؟ میخوایم درباره یکی از اختلالات روانی صحبت کنیم که زندگی فرد رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و احتمالاً در اطرافیانتون با شدت کم و زیاد دیده باشید. و آن چیزی نیست جز اختلال وسواس فکری عملی یا به اختصار OCD. اگه موافق باشید این قسمت رو میخوام با داستان باحال بهتون توضیح بدم. پس بزنید بریم. ایشون خانم افرا هستن، یه کارمند دقیق و منظم، اما متاسفانه درگیر وسواس شدید نسبت به آلودگی و نظم شدن. افرا خانوم هر روز صبح با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار میشه. همه چیز باید براش دقیق باشه، زاویه بالش، جای لیوان، حتی تعداد دفعاتی که دستش رو میشوره. و انگار یه صدای مدام تو ذهنش میگه که اگه دستتو نشوری مثلا مریض میشی، یا اگه لیوان سر جاش نباشه اتفاق بدی قراره برات بیفته. همیشه یه سایه سیاه پشت سرش هست. هر بار که وسواسش فعال میشه این سایه بزرگتر و تاریکتر میشه. وقتی افراد تسلیم وسواس میشه و رفتار اجباری انجام میده سایه کمی کوچیکتر میشه، اما هیچ وقت ناپدید نمیشه. یه روز افرا خانم دیر از خواب بیدار میشه و وقت نداره همه رفتارهای وسواسیش رو انجام بده. در نتیجه اضطراب شدید میشه و اون سایه که تو ذهنش بود بزرگتر از همیشه میشه و حالش بد میشه و انگار صداهایی که درون ذهنش هستن مدام دارن تکرار میشه و انگار ذهنش داره فرو میپاشه. واقعا حس خیلی بدیه. افرا خانم برای اولین بار تصمیم میگیره که با سایه روبرو بشه. به جای شستن دستها میشینه و یه نفس عمیق میکشه و اون سایه کم و کمتر میشه و برای لحظه هم که شده یه احساس آرامشی درونش به وجود میاد. خب اینم از داستان ما. این قسمت رو اومدم با یه داستان براتون شروع کردم که قبل از اینکه اصلا توضیح بدم این وسواس چی هست چی نیست خواستم با یه داستان شروع بشه که مفاهیم خیلی براتون جذابتر و راحتتر باشه. پس خوشحال میشم نظرتون رو درباره این قسمت بدونم که براتون جذابتر بود یا نه. خب حالا وقتی هم که باشیم وقت یکم توضیح مختصره. خب بریم سراغ کلاس درس خودمون. خب ببینید عزیزا، این وسواس فکری عملی از 2 بخش تشکیل شده: افکار وسواسی و رفتارهای اجباری. ببین عزیزان، بخش اول که درباره افکار وسواسی هستش، یعنی افکار یا تصاویر ذهنی یا تمایلاتی که ناخواسته و مکرر وارد ذهن فرد میشه و باعث اضطراب درون اون شخص میشه. این میشه افکار وسواسی. حالا رفتارهای اجباری چیه؟ یعنی اعمالی که فرد حس میکنه باید انجام بده تا اون اضطرابش کاهش پیدا کنه. برای مثال این فکر به ذهن فرد میرسه که باید مدام دستش رو بشوره و دستش پاکیزه باشه که اگه این اتفاق نیفته ممکنه بیماری بگیره و مریض بشه. حالا اون دفتر اجباری اینجا میاد که اون فرد مجبور میشه و میره دست خودشو مکرر چندین مرتبه میشوره تا این اضطرابش که ناشی از این وسواس هستش رو کاهش بده. عزیزان، ما انواع وسواس ها هم داریم دیگه. مثلا وسواس آلودگی داریم که مثلا ترس از میکروب یا خاک یا بیماریه. وسواس نظم داریم که بعضی دیدید مثلا میان بعد وسایلی توی خونشون دقیق و با یه چیدمان خاصی باشه. یه وسواس شک که مدام درباره انجام کارها تردید میکنه، مثلا بستن در یا خاموش کردن گازگین. خب البته خودم زیاد دارم. و این نمونه های از وسواس ها هستش. حالا میخوان یه چرخه وسواس رو براتون توضیح بدم و بهتون میگم که کل کار رو هم جمع کنین تموم شه بره. وسواس اینطوری به وجود میاد عزیزان من. اول یک وسواس ذهنیه، یک فکر مزاحم، مثلا اگه در رو نبسته باشم چی؟ این اولین
میشه گفت اون قسمت از چرخ هست. بخش دومش اضطراب شدید به فرد دست میده، احساس خطر یا ناراحتی میکنه. بخش سومش که میشه گفت مرحله سومش رفتارهای اجباریه، مثلا چند بار میره اون در رو چک میکنه. و بخش چهارمش یک آرامش موقتی بهش دست میده ولی اون وسواس دوباره برمیگرده. این 4 مرحله این چرخه وسواس هستش از من که مدام عین یک چرخه معیوب تکرار میشه. وسواس ذهنی، اضطراب شدید، رفتار اجباری و آرامش موقت و دوباره همین اتفاق رخ میده. این چرخه بارها در روز تکرار میشه و زندگی فرد رو مختل میکنه. خب اینه از این قسمت. از دلم قبل از اینکه بریم سراغ چند توصیه حتما یک نکته رو فراموش نکن. لطفاً قبل از هر کاری حتما با روانشناسی یا روانپزشک خود در ارتباط باشید. بذارید این سراغ توصیه هامون. شماره 1 ثبت ثوابت. یادداشت کردن فعالیت ها و افکار روزمره میتونه در درک بهتر علائم و کاهش اضطراب مؤثر باشه. از آن من یادتون نره گاهن شاید افرادی باشن که خودشون ندونن این وسواسو دارن و چه آسیبی داره بهشون وارد میشه، اما با این ثبت وقایع و ثوابت باعث میشه که به یک خودآگاهی برسن و بتونن مدیریت کنن رفتارها و افکار خودشون رو. شماره 2 حمایت اجتماعی. ارتباط با دیگران به خصوص افرادی که با چالش‌های مشابهی روبرو هستن به تقویت روحیه به احساس حمایت کمک میکنه. البته یه نکته حواستون باشه، افرادی که خودشون رو دارن به سمت بهبود پیش میرن و به دنبال راه حل‌ها و راهکارهایی هستند. شماره 3 خواب کافی و تغذیه مناسب. استراحت خوب و کافی به داشتن ذهنی آرومتر کمک میکنه. پایین یادتون نره تو بحث تغذیه هم محدود کردن کافئین و قند میتونه بهتون واقعا کمک و مصرف یک سری تغذیه هایی هم زیر نظر کارشناس تغذیه میتونه در روند کار بسیار کمکتون کنه، مثل مصرف ماهی، سبزیجات، غذاهای حاوی پروبیوتیک ممکنه براتون مفید باشه. یادتون نره که قبلش حتما با کارشناس تغذیه مشورت کنید. شماره 4 تغییر الگوهای فکری. تلاش برای جایگزینی الگوهای تفکر منفی با افکارهای مثبت و سازنده، یعنی به جای اینکه تمرکزتون همش مدام روی افکاری باشه که منشأ منفی دارن مثل بیماری، مریضی، ترس، اتفاقات ناگوار، اینا رو بیایم تغییرش بدین به افکارهای مثبت و سازنده، افکاری که حداقل برامون آرامش دارن، مثل سلامتی یا بزرگ نمایی نکردن. شماره 5 مدیریت استرس. تمرین های مدیتیشن و تکنیک های تنفس عمیق میتونه اضطراب و تنش های شما رو کاهش بده. پیاده روی کردن، تو طبیعت گشتن و غیره میتونه باعث آرامش ذهنی شما بشه. خب این قسمت هم تموم شد. حیف، یعنی وجدانن عجب ویدیویی. آدم دلش میخواد این ویدیوها رو اصلا بغل کنه، یکی از یکی معرکه تر. والا تا یه شاید برای شما اتفاق بیفتد دیگه. فعلا بدرود.